بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در مورد سنت های راتبه که رسول الله صلی الله علیه وسلم خودشون میخوندند و تشویق فرمودند ما رو که این سنت ها رو بخونیم قبل از نمازهای فرض و بعد از نمازهای فرض که مکمل نمازهای فرض ما خواهند بود. و یک فضیلت افزون بر این هم هست و دارند. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من ثابر على 12 رکعة فی اليوم واللیل دخل الجنه. هر کس مواظبت بکند بر خواندن 12 رکعت نماز در شبان روز وارد بهشت می شود. این 12 رکعت نمازهای سنت هستند، سنن رواتب. هر کس من ثابره، یعنی هر کسی که مواظبت بکند همیشه این نمازها را بخواند، در هر شبان روز 12 رکعت بخواند وارد بهشت می شود. 4 قبل الظهر و رکعتین بعدها و رکعتین بعد المغرب و رکعتین بعد العشاء و رکعتین قبل الفجر. 12 رکعت. 4 رکعت قبل الظهر، 2 رکعت بعد از ظهر، بعد از نماز ظهر، 2 رکعت بعد از مغرب، 2 رکعت بعد از نماز عشاء و 2 رکعت قبل از نماز فجر که مجموعاً میشوند 12 رکعت. این 12 رکعت سنت های راتبه هستند، قبل از نمازهای فرض و بعد از نمازهای فرض خوانده میشوند. مؤکدترینشون که بیشتر از همه تأکید شده سنت های نماز فجر هست، 2 رکعت قبل از نماز فجر و بعدش 4 رکعت قبل از نماز ظهر. اینها مؤکدترین نمازهای سنن راتبه هستند و این فضیلت بسیار عظیمی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم در اینجا بیان کردند. هر کسی که بر این عمل مواظبت بکند، روزانه این 12 رکعت را بخواند، رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین فردی را مژده دادند که وارد بهشت خواهد شد و این روایت هم روایت صحیح است و در سنن امام نسائی رحمت الله علیه آمده است. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه و سلم.